ما خواستیم که تجارت عائلوی تشکیل کنیم. محض شماره شیرینی پس‌ها برای شما نقطه هدف به شمار می رود. آنها هر قدر زیاد باشند پس همان قدر بهتر است. ما به هیچ کس باور نمی کردیم. در کس خودمان می شستیم. مدیر انبار هم خودمان بودیم. SMM هم خودمان بودیم. محاسب هم خودمان بودیم. شما تجارتی ساختید که شما را آن اداره می کرد. بله. یعنی اینجا انبارتان است؟ بار یک لخت به اینجا می آید، شما قبول می کنید و در اینجا اشتراک کادها و همچنین نرخ‌هایشان معلوم است. بعد به همه مغازه ها می فرستید. بله. تجارت بعد دویدن از پس پول است. پول از پس تجارت خوب می دود. واقعا چطور انکشاف یافتن و کار را پیش بردن را ندانسته تجارت کلان را ساختن ناممکن است. шаҳри Остона, пойтахти Қазоқистон, аҳолияш 1 миллиону 300 ҳазор нафар. иқтисодиёт, савдо, нақлиёт, алоқа ва сохтмон, истеҳсоли масолиҳи сохтмон ва хӯрокаву нӯшока. سلام شاگردان عزیز، بینندگان محترم ما حالا در شهر آستانه‌ایم. ژان بولات و میروئرد با هم عائله دارند. آنها از بهترین شاگردان مایند. ما چنین شاگردانی بیشماری داریم که به نتیجه های عالی نائل گشتند. و یکی از آنها این جفت زیبا می باشند. عائله های زیادی آمده درس های ما را می خوانند و تجارت می کنند. این به ما خیلی پسند است. از این رو ما می خواهیم بعضی عائله های موفق را به شما معرفی نماییم. لطفاً به من بگویید شما این سمت کار را از چه سر کردید؟ و فکرم شیرینی پزی پیش از همه سمت فعالیت شما بوده است، نه اینکه از ژان بولات. احتمال شما پختن شیرینی ها و طعم ها را دوست می دارید. این تجارت را از چه سر کردید؟ اینجا شیرینی خانه ژانیه است. ما به شرف دخترچه‌مان اینجا را ژانیه مانده. تا تولد شدن این دخترچه‌مان ما با دیگر کارها مشغول بودیم. با تندرها؟ بله، درآمدمان معتدل نبود. گاه هست گاه نیست. بعضا فرمایش است و بعضا نیست. بعد و من امکانیت ها را می جستم. با کورس های گوناگون می رفتم. بعد باری به مستر کلاسی رفتم که در آنجا تارت و شیرینی ها می پختند. و من آموزش را سر کردم. و در آنجا من تیار کردن تارت ها را یاد گرفتم. در خانه فرمایش یا از کس قبول کرده پخت و پز می کردم. شیرینی ها می پختم. و همین طور دوام کاری ما انا همین جاست. این کی بود؟ چند سال پیش؟ سال 2015 هم بود. 2015 یعنی 7 سال پیش. بله. این چندم مغازه شماست؟ چهارم، پنجم؟ این مغازه پنجم ماست. مغازه پنجم. اکنون بیایید به درون می‌دراییم و صحبتمان رو در آنجا دوام می‌دهیم. برای چی؟ برای آنکه آوازمان فهما ثبت شود. بیایید به درون می‌دراییم. لطفاً بگویید، یعنی شما به مستر کلاس رفتید و طرز پختن تارت‌ها را یاد گرفتید و به شما پسند آمد. سپس در خانه‌تان این کار را خوب آموختید و غیره. فکر تجارت شیرینی‌ها از کجا در سرتان پیدا شد؟ در چنین شکل و نمود این ایده از کجا پیدا شد؟ ما خواستیم که تجارت عائلوی تشکیل کنیم. تارت‌ها را در خانه من می‌پختم. ژان بولات باشد با کارهای دیگر مشغول میشد. ما از اول میخواستیم که تجارت عائلوی داشته باشیم. بعد در فکر گشادن مغازه بودیم. نخست مغازه خوراکواری گشادیم، اما پس از 1 ماه آن را پوشیدیم. کار برار نگرفت. بله، برار نگرفت. جایش خوب نبود. بعد من در خانه پختن را دوام میدادم. وقتی که از بازارهای استانه محصولات و اسباب و تجهیزات میخریدم، نرخ‌ها گران بودند. من در الماتا دانشجو شده خوانده‌ام و بازار کهنه فروشی را خوب می‌دانستم. من و ژان بولات به بازار کهنه فروشی رفتیم تا که چیزهای درکاریمان را بخریم و در آنجا فرقیت کلانی را دیدیم. مثال اگر من در اینجا چیزی را به 200 تنگه خرم، در آنجا 500-700 تنگه ارزش داشت. یعنی شما فهمیدید، بازار را تحلیل کردید و درک نمودید. یعنی شما واقعا همان وقت تنها برای خودتان خریدید. شما هم برای خودمان و هم برای فروش. من از 5 سالگی هم سودا میکنم. یعنی از 5 سالگیتون با سودا مشغولید و تجربه هم داشتید. و من چنین نازکی های بازار را خوب میدانستم. در کجا ارزان خریدن ممکن، چه طور پول کار کردن ممکن. فهمیدم. و ما فرقیت کلانی را دیدیم و سودا را هم خوب میدانیم. هم شوهرم و هم من.
سپس خواستیم مغازه خودمان را کشاییم. و سال 2015 مغازه خودتان را کشادید و با تجارت مشغول شدید. پیش ما برای آموزش کی آمدید؟ پس از کرانتین. سال 2019-2020 بوده؟ بله. شما در اولین درس آنلاین اشتراک کرده. این در دوام کرانتین بود. بله، ماهای اپریل مای بود. دوامی کرانتین بود. همان وقت شما یک مغازه داشتید؟ همان وقت ما 2 مغازه داشتیم. 2 مغازه داشتید؟ چی سبب شد و به آموزشگاه ما آمدید؟ سال 2015 مغازه کشاده باشید. شما الکی 2 مغازه داشتید. مغازه یکم رو کشادیم. تجربه کاری انداختیم. بعد مغازه دوممان رو کشادیم. و کار با یک مرام دوام یافت. پیشروی یا انکشاف نبود. ما نمیدانستیم چه خیلی پیشرفت رشد یابیم. میخواستیم به طور فراخ انکشاف یابیم، اما نمیدانستیم که چی کار کنیم. من در یوتیوب رولик شما را دیدم. و تمام. و پیوسته گوش کردن را سر کردید. سپس به سمینارهای ما آمدید. بله، اول تحصیل را به طور آنلاین خریدم. و بعد آموزش را سر کردید. آموزش سالانه را سر کردم. بله. لطفاً به من گویید همان وقت چون به آموزش درس‌های ما آمدید در تجارت شما چگونه مشکلات بودند؟ کاری ما انکشاف نمی‌یافت. ما از سحر تا شام در کار بودیم. انیخترش ما 20 ساعت کار می‌کردیم. 20 часов были на работе. یعنی شما تجارت ساختید که شما را آن اداره میکرد. همه زندگیتان را به آن بخشیده بودید. بله، ما فرزندانمان را به دهه میفرستادیم. چون که برای آنها وقت نداشتید. بله، همان وقت ما 3 فرزند داشتیم. 2 ساله، 1 ساله و ژنیه باشد 8-9 ماه بود. برای بنیاد تجارت خوب والدانمان به ما کمک کردند و گفتند که بیایید فرزندانتان را ما نگهبین میکنیم، شما باشید کار کنید. تجارت خود را برا مانید، بعد آمده میگیرید گفتند؟ بله، همان وقت ما چنین فکرهایی داشتیم که به ما در مغازه هیچ کس کار کرده نمیتواند. ما به هیچ کس باور نمیکردیم. در کس خودمان میشستیم. مدیر انبار هم خودمان بودیم. SMM هم خودمان بودیم. محاسب هم خودمان بودیم. خیر دیرتر ما سخت خسته و مانده شدیم. یعنی تجارت بود و زندگی نه. بله. دوستان عزیز، این یکی از مشکلات کلانترین در تجارت خرد و میانه است. تو کارو سر میکنی و سپس بعد یک چند مدت معین گویا که تجارت پیش میرود، اما دیرتر در دوره معینی در چارچوبه امکانات، اقتدار و قابلیت شما تجارت محدود میگردد. تجارت آنگاه به وسعت یابی نیاز پیدا می کند، اما وسعت نمی یابد، چون که شما 20 دست ندارید. شما 40 پا نیستید که همه کار خودتان کرده توانید. بعضی ها در همین گونه حالت خویشان و نزدیکانشان را به کار جلب می کنند، اسلوب اداره خویش و تباری را سر می کنند. بعضی های دیگر اگر خویش و تبار نداشته باشند، تجارتشان در همان سطح خرد و معجز باقی می ماند و دیگر کلان نمی شود، انکشاف نمی یابد. سپس تدریجا کسی این حالت را حس می کند، این سمت را کسی پیخست می کند و او انکشاف می یابد و این یک خیلی است. همین خیر می شود. ما در وقتی در کاری به آموزش درس های شما رفتیم. بله. برای آنکه آهسته آهسته سر کردیم خواندن را و بسیار چیزها را فهمیدیم. فکرانیمان 100% نه 200% تغییر یافت. ما اکنون باور میکردیم، نماینده میماندیم، کارگر میگرفتیم. پیشتر کارگر بیگانه ای را به کار گرفتن برای ما فلاکتی بود. شما غم می‌خوردید که از کجا به او معاش می‌دهید؟ بله، حالا باشد فکرانی ما تماما دیگر شد. حالا دیرکتور اداره کننده از ما دیده بیشتر معاش می‌گیرد. اما خوب است که ما کارها را به دوش او ماندیم. او به جای ما همه کارو میکند. شما گروهی خوبی را سازمان دادید. شما به معنای تامش تاجر شدید. دوستان ببینید، وقتی انسان همچون صاحب کار و یا تاجر فکر میکند، این هر دو از هم فرق دارد. اگر تجارت شما در چارچوبه قابلیتتان، در چارچوبه فرصتیابیتان محدود شود، پس شما صاحب کارید. شما برای خود جای کاری تشکیل کرده اید. هیچ جا رفتن نمیتوانید. مجبورید که از سحر تا شام کار کنید و چون شما بیزنسمن شوید، پس کار را کلانتر کردن، انکشاف دادن ممکن می شود. شما 2 مغازه داشتید، حالا چند تا؟ حالا 5 مغازه داریم. 5. پنجمش استودیو دارد. آفرین. لطفاً بگویید نقطه A نقطه B تجارتتان چند X افزایش یافت؟ X5. بله. این در 1.5 سال. شما قریب 1.5 سال باز از من درس‌های فردی میگیرید. بله. یعنی قریب در 2 سال. در 2 سال تجارتتان 5 برابر کلانتر شد. من درست فهمیدم؟ بله.